طرز تهیه کرم روشن کننده حاوی هیدروکینون و ویتامین C. مواد مورد نیازمون رو توی تصویر مشاهده میکنیم. ماده اصلی این کرم هیدروکینونه. اونو توی هاون میریزیم، به همراه ویتامین C میکوبیم تا نرم بشه. در انتها پودر سدیم متوبیسولفیت رو به عنوان یک آنتی اکسیدان برای جلوگیری از اکسید شدن کرممون به ترکیبمون اضافه میکنیم. از گلیسرین به عنوان لویگاتور پودرهامون استفاده میکنیم. 5 cc گلیسرین میگیریم، به ترکیبمون کم کم اضافه میکنیم. اونقدر ترکیبمون رو هم میزنیم تا به اصطلاح صدای آدامسی بده. زمانی ما از گلیسرین به عنوان لویگاتور استفاده میکنیم که توی ترکیبمون بخوایم کرم استفاده کنیم. وقتی که میخوایم توی ترکیبمون پماد اضافه کنیم، باید از روغن زیتون یا پارابین به عنوان لویگاتور استفاده کنیم. وقتی که ترکیب اولیه‌مون آماده شد، 1 میزان کلد کرم به ترکیبمون اضافه میکنیم و هم میزنیم تا کاملا ترکیب یک دست بشه. همونطور که توی تصویر مشاهده میکنید ترکیبمون کاملا یک دست شده. در ادامه برای اینکه ترکیبمون اثر بخشی بهتری داشته باشه، 1 میزان ژل ترتینوئین به میزان 7 گرم به ترکیبمون اضافه میکنیم و باز اونقدر هم میزنیم تا کاملا با هم یکی بشن. چون امکان داره یک کمی ترتینوئین و ویتامین C التهاب پوستی ایجاد کنه، برای اینکه جلوی این التهاب پوستی رو بگیریم 7 گرم کرم فلوسینولون به ترکیبمون اضافه میکنیم و باز اونقدر هم میزنیم که ترکیبمون کاملا یک دست بشه. بعد از اینکه ترکیبمون کاملا یک دست شد، کلد کرم رو به ترکیبمون اضافه میکنیم دوباره تا محلولمون یک نواخت بشه. در انتها هم به وسیله همون کلد کرم وزن ترکیبمون رو به 100 گرم میرسونیم. برای اینکه دوز دارویی به طور کامل در همه جای ترکیبمون پخش بشه، میتونیم از یک کیسه فریزر استفاده کنیم و کاملا با هم میکسش کنیم. در انتها به ظرفمون اضافه میکنیم ترکیبمون رو و ترکیبمون آماده است.